филмҳои бесадо ташкил карда фестивалаша. این اولین بار در تاجیکستان است، چون که این فیلم هایی که بسادو بودن از یکم قطاری که اومده بود پریبوت پویز میگن، یکمین فیلم بود که وسیلی کوزین و اپراتورها اون وقت که کار میکردن گرفته بودن. زیاد آدم ها این فیلم ها رو ندیدگی. برای این عجایبات آن است که ما میتوانیم حاضر دوباره این فیلم ها رو تماشا کنیم. گرداندن فیلم های بеовоз است. یعنی فیلم های بеовоз بیشتر در دایره محدود تماشا کرده یا نمایش داده میشن و این مقصد همین است که هم فیلم هایی که امروز به گوشه فراموشی رفتن یعنی منظور تماشابینان کرده شود.